أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمازگزاران محترم، پیش از آغاز صحبت دعا میکنیم که پروردگار عزوجل این همه قدم هایی که به سوی خانه‌اش آمده اید حسنات و ثواب را در نامه اعمالتان کتابت بفرماید و خداوند عزیز و کریم هر مشکل و هر غم و اندوهی که بالای سر هر یک مسلمان می آید خداوند عزوجل او را برطرف بگرداند و خداوند عزیز و کریم اون ثوابی که هر انسانی که به سوی خانه خدا می آید با پای طهارت و اون گناهان بخشیده می شود، خداوند عزوجل گناهان همه ما و شما را ببخشد و بیامرزد برحمتک یا ارحم الراحمین. خداوند عزوجل در قرآن می فرماید: استعیذ بالله یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اون روز قیامت چنان روز سختی هست که هیچ ثروت و هیچ فرزند و هیچ دارندگی فایده نمیکند مگر که قلب سالم، قلب پاک. قلب پاک چگونه قلب است؟ یعنی اون قلبی که ترس خدا دارد و عمل صالح انجام میکند. حالا در ماه مبارک رمضان همه ما و شما وقتی که با روزه هستیم از صبح صادق تا نماز شام، یعنی امساک گفته اون را میگن که دهن را محکم کرده از نوشیدن و از طعام خوردن دهان را بسته میکنیم و حتی مسلمان دهان خود نه غیر از نوشیدن و یعنی طعام خوردن بلکه از غیبت و از دروغ گفتن دهان خود را چی نگاه می‌دارد. البته عمل‌های صالحی که انسان میکند این قلب پاک هست که الله مهربان روز قیامت میگوید که این قلبش برایش فایده میرساند و خوشنودی پروردگار هست. میخواستم چند عمل‌هایی که انسان اون را در ماه مبارک رمضان یا در حالت روزه‌داری انجام می‌دهد، آیا ثواب روزش چقدر بالا می‌رود یا ثوابش چقدر بیشتر هست، میخواهم کمی هم باشه صحبت کنم. البته بعضی از عمل‌هایی هست که روزه‌دار اگر اون را انجام دهد بالای روزه‌دار بودنش ثواب بیشتر می‌گیرد. چگونه ای که در ماه مبارک رمضان هر روزه‌دار با دعا باشد، دستی بر دعا داشته باشد، هر لحظه و دقیقه با پروردگار خود دعا کند. دعا هم در حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است که مغز عبادت هست و سلاح مؤمن هست. حالا که هر بنده ای که التجای به پروردگار دارد، نیاز به پروردگار دارد، با طریق دعا الله او را چی نیازش را برطرف میکند. اولین اون ثواب روزه را بلند میکند این دعا هست. همیشه ما باید در این شبهای خودی رمضان در این قیام دعا کنیم که همیشه الله مهربان این روزه ما و این عملهای نیکی ما را پروردگار اولا قبول کند. همیشه ما باید با دعا باشیم. این سببی هست که ثواب روزه ما را چیز زیادتر و بیشتر میگرداند. دوم یعنی صدقه کردن. انسانی که در ماه مبارک رمضان صدقه میکند ثواب روزه‌اش بیشتر و بالاتر هست. بعضی از علما میگن که اون عمل‌هایی که بعضی ها عمل‌های بد اخلاقی رو انجام میده، چه غیبت باشد، چه تهمت باشد، چه حقارت باشد، ثواب روزه کم میشود. اما با صدقه و با سخن خوب و دعا انسان روزه‌اش و ثوابش رو بسیار میگرداند. و دیگر اینکه در شب‌های رمضان با قیام بودن هست، یعنی با نمازهای نافله و تهجد انسان باید چقدر با دعا باشد. البته نگاه کنیم که ماه مبارک رمضان اکثر روزه‌دارها را چیکار میکند؟ سحرخیز میکند. غیر رمضان هر انسان سحر بر وقت خسته نمیتواند پیش از بامداد که بر وقت 1 ساعت بخیزد. اما این ماه مبارک رمضان هست که ما و شما را یعنی در وقت سحور او سری چیکار میکند؟ 1 ساعت پیش یا که نیم شب میخیزاند و ما باید یعنی با تیاری بر روزه باشیم. چقدر این ماه مبارک خیلی ماه پرفیض هست که
هر روزدار را چیکار میکنه؟ سحرخیز میکنه. این حکمت های بزرگی دارند. از این عمل های صالح ما باید دور نباشیم. و دیگر اینکه در ماه مبارک رمضان انسان بیشتر و بیشتر و همه خوبی را به پدر و مادرش زیادتر کند. خوبی کردن با پدر و مادر این وظیفه هر یک فرزند هست که باید اون پدر و مادر دو فرد بی‌بدیل هستند. جایگاه اون پدر و مادر را هیچ کس گرفته نمیتواند. حالا اگر انسان یک فرزند داشته باشد، اون فرزند را از دست دهد، باز یک فرزند دیگر را خداوند براش نصیب میگرداند. یا اینکه یک همسر دیگر بالاش میاد. اما مادر و پدر اینها دو فرد هستند بی‌بدیل، جایگاه اینها را هیچ کس گرفته نمی‌تواند. از دست که دادی تمام، اما در پیشت که هستند احترام و حرمتشون کن، خوبی کن. زیرا خوبی کردن در ماه مبارک رمضان با پدر و مادر ثواب روزه را زیاد میگرداند، بیشتر و ثوابش را زیاد میگرداند. و دیگر حالا که صدقه را گفتیم، البته صدقه این رفع کلی بلا میگویند، یعنی هر مصیبتی که بالای انسان می آید، حتی پیغمبر نازنین صلی الله علیه و سلم دستور میدهد که تو صدقه کن. صدقه با کی میکنیم؟ با اون کم بضاعت و بیچاره و فقیر باید کنیم. بعضی از نفرهایی که صدقه میکنند اما با طریق صدقه اذیت میدهند یا اینکه منت میکنند، البته این صدقه نادرست هست. صدقه را در راه ما استفاده ببریم که پروردگار اون صدقه را قبول کنه. حالا در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست که اگر تو با دست راست صدقه کردی، دست چپت خبردار نباشد. یعنی تو آوازه و دروازه نکن وقتی صدقه کردی. اون مالی هست که الله برای تو داده است، اون خیر و برکتی که الله برای تو داده است به دیگر فقیر و بیچاره و بیوزن میدهی، البته ثوابش در هم ماه مبارک رمضان چقدر بیشتر و بزرگتر هست و روزه تو چه ثوابیتش خیلی بلند است. اما اون صدقه را که دادیم و نوار گرفتیم، بعد از اون نفر بعد از 2 سال یا 3 سال بیند که دارنده هست و خودش خجالت میکشد که میگه که من در اون حالت چقدر. یعنی انسان باید چیکار کند؟ صدقه را بدهد که فکر کند که اون نفر در آینده باز فکر نکند که من همین محتاج بودم. البته اگر اون نفری که اگر نوار گرفت یا اینکه 2 سال پس منت کرد به همون صدقهش، اون صدقه قبول نیست. زیرا خداوند عزوجل در قرآن عظیم الشان میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. ای کسانی که ایمان آورده اید، صدقه های خود را به منت کردن و به اذیت دادن با دست و چی به سخن شما باطل نسازید، بیکار نکنید. در حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید: یؤتی برجل یوم القیامة اعمالهم کجبال التهامه. روز قیامت مردی را میارند که اعمالش ثواب و مرتبه و صدقه هایش مثل کوه تهامه هست، یک کوه بلندی هست، اما به طریق اذیت دادن و منت کردن و یعنی شرمنده کردن، فجعله الله هباء منثورا. خداوند در یک لحظه اون عملهای ریای او را چی نیست و نابود میکند. نگاه کنید که ثواب اون قدر زیاده که مثل یک کوه بلند داشت، اما به طریق اذیت ثوابش رو چیکار کرد؟ برباد داد. زیرا خداوند اون صدقه ها و اون عمل های نماز و روزه که اگر ریا باشد قبول نمیکند. باید ما صادقانه در پیش پروردگار اون عمل های صالح را انجام بدهیم. اون مردی را که روز قیامت آوردن ثوابش مثل کوه تهامه هست، اما در یک لحظه خداوند اون ثوابش را نیست و نابود میکند. صحابی گفت: صفهم یا رسول الله، و ما وصف کن که اونها کیا هستند تا که ما از اونها نباشیم، از جمله اون نفرها نباشیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که یصلون کما تصلون، چنانی که شما نماز میخواندین اونها هم نماز میخواندند. یصومون کما تصومون، چنانی که شما روزه میگرفتین اون نفر هم روزه میگیرید.
و چنانی که تو قیام لیل شب نماز تراویح میخوندی و نماز تهجد میخوندی، اون نفر هم نماز تهجد میخوند. اما اون نفر چی؟ از محارم خدا، از حدود خدا چیز تجاوز کرده بود، یعنی ریا کرد، خود نشاندهی کرد، از برای خدا اون عملها را انجام نداد. همه اعمالش را پیغمبر نازنین صلی الله علیه و سلم میگه که خداوند نیست و نابود میکند عملهای ثوابش را. این ماه مبارک ماهی پرفیض و پربرکتی هست که حالا که ما گفتیم اگر انسانی که هر روز در این ماه مبارک رمضان با دعا باشد، ثواب روزش چقدر زیاد و بیشتر هست. اگر رفت و با خدمت پدر و مادر باشد، این هم ثوابش خیلی بیشتر و زیادتر هست. با نماز تهجد باشد، قیام اللیل، این هم چی ثوابش زیاد و بیشتر هست. و اون عملهای زیادی هست که علما در فضیلت روزه داشتن چنان تاکید میکنند. اما خدای نکند که اگر دهن ما به غیبت آلوده باشد، به حقارت آلوده باشد، حالا مادامی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میگه از طرف مقابل کسی تو را دشنام میدهد، با او بگو که من روزه‌دار هستم، یعنی تو با اون سر به سر نشو که ثواب روزت را از دست بدهی. چقدر در ماه مبارک ما باید احتیاطکار باشیم که هر عمل ثوابی که به دست آورده ایم او را به یک لحظه چی برباد ندهیم. حالا اون نفری که ثواب و اعمالش مثل کوه تهامه بود، اما در یک لحظه خداوند اون ثواب کوهش را نیست و نابود کرد، به خاطر چی؟ به خاطری که اون ریا کرده بود، اون منت کرده بود، اون خود نشانتی کرده بود. از این خاطر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میگه که هر عملی که شما انجام میدهید باید شما صادق و پیش پروردگار از برای خدا باشید. خداوند عزوجل در این ماه مبارک رمضان همه ما شما را با فرصت‌های زیاد مشرف گردانید. عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر. رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشان میگه که من در عجب هستم، یعنی همه کاری مسلمان خیر و برکت دارد. حالا طهارت میکند، به سوی خانه خدا میاد ثواب میگیرد. حالا یک سخن خوب با یک برادر میگوید، چهره خندان دارد، با اون برادر مسلمانش صدقه دارد، ثواب دارد. یا اینکه در نماز تراویح ختم قرآن را یعنی گوش می اندازد و نمازش را با ختم قرآن به پایان میرساند، این هم چقدر ثواب بیشتر دارد. حالا در یک روز ما چقدر ثواب ها را به دست میاریم. این هم فضل و کرم پروردگار برای امتان پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هست. این عمل ها را خداوند برتری و بیشتر بر امتای محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم داده است. یک سامان به یک کمبغل میدهی در این ماه مبارک، چقدر به 70 و به 700 ضرب کرده می شود ثوابیتش. حالا نفری که اگر 100 کیلو اگر خرما بدهد در ماه مبارک رمضان، شاید 1 تن در اونجا اجر بگیرد، برای 100 کیلوش تن ثواب بگیرد. ماه مبارک رمضان این ماه هست که ما و شما را تربیت میدهد، ما و شما را به خدای عزیز و کریم قریب میکند. و این ماه مبارک رمضان هست که توبه هایی که در این ماه یعنی توبه می شود، البته خداوند عزوجل یعنی اون رحم و لطفی که دارد بنده اش را از رحمتش به امید میکند. امروزها که ما نماز تراویح میخوانیم و این ختم قرآن میکنیم، این همه از سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست. و الحمدلله روزدار چقدر ثوابیت را در این روزها به دست میارد. دعا میکنیم که پروردگار عزیز و کریم همه این عملهای نیکی ما و شما و روزه ما و شما را به درگاهش قبول بفرماید. بیماری های ما و شما را شفای کامل و عاجل، گذشتگان رحمت و مغفرت شایسته جنت بگرداند. الله مهربان ثواب و ثمره این ختم را در حق گذشتگان برساند و الله مهربان همیشه سربلند و موفق ما بگرداند برحمتک یا ارحم الراحمین.